سلام، خیلی خوش اومدید به فوتبال ویز مس. امروز هفته اول در واقع مسابقات لیگ ایران به اتمام رسید. دیروز بازی با برد پرسپولیس شروع شد. برد 1-0 پرسپولیس مقابل پیکان. امروز هم استقلال تونست 3-0 سرنفت رو ببره و سپاهان 3-1 تراکتور رو شکست داد. مهمترین نتایج حالا هفته اول میشه گفت اینا بودن که البته برد گلگهر و ذوب‌آهن هم میشه بهشون اضافه کرد و البته باخت فولاد. نکته جالب توجه راجع به بازی‌های این هفته اگه بخواد آدم راجع بهشون صحبت کنه اینی که خب توی ورزشگاه آزادی بازی بدون تماشاگر برگزار شد. مفتضحانه ترین حالت ممکن برای شروع لیگ و اینکه شما تمام طول مدت میدونستید اگر مسئله‌تون با در واقع خود ورزشگاه آزادیه و اینکه شرایط برگزاری بازی با تماشاگران نداره، نمیشه گفت که شما یه دفعه دیروز فهمیدید حالا یا پیروز فهمیدید که بازی رو یه دفعه بدون تماشاگر برگزار کنید. اگرم میدونستید از قبل برنامه‌تون چیه، خب چرا قبلا اعلام نکرده بودید که حداقل یه جای دیگه بازی برگزار بشه؟ این از این. توی یه سری از ورزشگاه‌ها هم من حالا دیدم چیز بود، به شدت تماشاگر کم اومده بود. دلیلش هم ظاهرا قیمت بالای بلیط هاست. مثلا یه جایی گفته شده بود که قیمت های ورزشگاه نساجی یکی از گرونترین بلیط ها توی ایران. یاد یه چیزی افتادم، توی انگلستان یکی از در واقع گرونترین ورزشگاه انگلستان ورزشگاه فولامه. خیلی جالبه این قضیه، از لحاظ بلیط خیلی گرونه، ولی خب در عوضش یه سری امکانات و یه سری به قول معروف ابزاری که در اختیار به اصطلاح تماشاگران میذارن خب خاص‌تر نسبت به بقیه جای، مثلا توی خود لندن. و از یه طرف دیگه هم اون قسمتی که در واقع ورزشگاه فولام هست و طرفدارای فولام کلان از اون سمت میان، جز اگه نگیم مرفه نشین، جز قشر متوسط به بالایی هستن که توی لندن زندگی میکنن و طرفدارای فولام هستن. یعنی یه جوری توجیه داره، ولی مثلا شما توی مازندران تیم نساجی، یه تیم دوست داشتنی با این همه طرفدار، و بعد ورزشگاه هیچی نداره، یعنی هیچی نداره. یعنی عملا فکر کنم خیلی قسمت های ورزشگاه حتی صندلی هم نداره، سکوی سیمانی هنوز، فقط رنگش کردن مثل جدولای کنار خیابون. بعد قیمت نجومی براش گذاشتی، با کدوم درآمد طرفدار بیاد بشینه بازی مثلا نساجی رو ببینه؟ بعد دوتا بازیکن درست حسابی هم که نگرفتی. دقیقا با چه روی که نه این هرچی تو این کشور اتفاق میفته همه رو دارن دیگه، همه کار میکنن دیگه. ولی آره، حالا زیاد وارد حاشیه‌های این چنین نشیم. یه چیزی که برای من جالب بود این بود که یه ذره نسبت به سالهای گذشته، حداقل توی هفته اول یه ذره هفته پرگلتری بود، چون از زمانی که کیروش به ایران اومد این فاز دفاعی بازی کردن رفت توی مخ مربیا و به شدت دفاعی بازی میکردن توی خیلی از مسابقات، خصوصا توی اوایل فصل. این کاملا مشهود بود این قضیه. البته همچنان هم هست. مثلا شما اگر مثال بازی پرسپولیس رو مثال بزنید، پرسپولیس تیم قهرمان سال گذشته بوده، دبل کرده و بعد با یه برد 1-0 مثلا بازیشو توی خونه به اتمام میرسونه. خیلی هم موقعیتی توی بازی نبود، حالا شاید کلا رو هم رفته 6-7 موقعیت درست حسابی توی بازی نبود، شاید کمتر. خب این نشون میده هنوز اون شکل بازی هجومی
در واقع ننشسته توی ذهن مربیای ما هنوز، به قول معروف بعد از کیروش این قضیه به اون شکل پاک نشده. از یه طرف دیگه وقتی این سیستم دفاعی بازی کردن و بازی فیزیکی و جنگنده با کیروش اومد، میبینیم که تعداد مهاجمایی که توی لیگ ما داریم به شدت کم شده. یعنی مهاجمایی که حداقل در حد لیگ ایران کیفیت بخوان داشته باشن پدیده که کلا نداریم. هافکای درستابی واقعا نداریم. هافک بازی ساز من دیگه یادم نمیاد، خیلی وقت توی فوتبال ایران نداریم. حداقل توی 7-10 سال اخیر من یادم نمیاد کسی اومده باشه که بگه من هافک بازی ساز بودم. حالا یه 2 نفر 2 تا پاس میدن، 2 تا شوت میزنن، یه عده اسمشون میزنن هافک بازی ساز. اینا هافک بازی ساز نیستن، اینا پلی میکر نیستن. ولی آره یه سری ضعفا توی در واقع بدنه فوتبال ایران شکل گرفته توی 7-8 سال اخیر. فکرم نکنم به این سادگی اصلاح بشه. البته ورود مربی خارجی مثل مورایس یا حتی در واقع خمس یا خمنز اسم مربی تراکتور، من یادم رفت، فکر کنم خمس باشه یا نمیدونم، حالا یادم رفت الان. آره ورود یه همچین مربیایی که البته توی جاهای بالاخره با کیفیت تری مربیگری کردن و یه چیزای به قول معروف شاید خاصتری رو توی زمینه مربیگری بلد باشن که مربیای داخلی خیلی از اون ابزار بهره نبردن توی دوران مربیگریشون. اینا میتونه کمک کنه به رشد بازیکن‌ها، ولی تعدادشون کمه. یعنی شما نیاز داری که حداقل 7-8 تا مربی، نه اینکه تاپ کلاس باشه یعنی خیلی جهانی نه، ولی بالاخره مربیایی که کار کرده باشن توی 7-8 تا کشور درست حسابی و تیمای درست حسابی، نیاز داری که اینا وارد کشور بشن. اولا اینکه تاکتیکای مختلف وارد فوتبال ایران بشه، شناخت تاکتیکی مختلف به قول معروف توی ذهن بازیکنای ما رشد کنه. اینکه یه بازیکن مثلا امسال برای گلگهر بازی میکنه، سال بعد برای پرسپولیس، سال بعد برای نمیدونم فولاد، اگر مربیای مختلفی از کشورهای خارجی و اونایی که کیفیت دارن البته وارد بشن، این باعث میشه بازیکن با در واقع سیستمای تاکتیکی روز و حداقل یه ذره مدرن‌تر آشنا بشه. ولی در هر صورت یه ذره در واقع هفته نسبتاً خوبی بود از لحاظ گلزنی. امیدوارم هرچه جلوتر میره بازی هجومی تری ببینیم. نمیشه گفت کدوم تیم‌ها خیلی آماده بودن. پرسپولیس بد نبود، استقلال امروز در واقع نشون داد حداقل از لحاظ آمادگی بدنی در شرایط خوبی به سر میبردن. البته نمیشه به قول معروف بازی اول دوم تیمی رو قضاوت کرد، ولی استقلال خوب بود. اما نمیدونم بگم تراکتور خیلی بد بازی کرد یا اینکه سپاهان خوب بود، چون سپاهان خیلی راحت دفاع تراکتور رو باز میکرد هر لحظه که میخواستن. ولی از یه طرف هم تراکتور خیلی اصلا یه جورایی بدون نظم بازی میکردن. احتمال اینکه حالا شاید به خاطر شروع فصل هنوز به قول معروف اون شکل تیمی رو به خودشون نگرفتن، خصوصا اینکه تعداد زیادی بازیکن جذب شده، یه ذره ادامه دار باشه این قضیه، زمان ببره تا این تیم رو غلطک بیفته. ولی خب سپاهان خودش تیم خیلی خوبی نشون داد. تراکتور احساس میکنم یه ذره به زمان نیاز داره. بقیه تیم‌ها هم خیلی نمیشه روشون فعلا تمرکز کرد، چون بالا پایین تو فوتبال ایران خیلی زیاده، خصوصا با ورود در واقع ورود کنه تعویض، انگار تیم‌ها تعویض میکنن مربیاشونو با هم. فقط تو ایران میبینی، البته توی کشور دیگه هست که مربی از این تیم میره اون تیم، ولی نه دیگه به این شکلی که اینجا هست. و تعداد زیادی هم بازیکن هر سال میاد میره. البته گلگهرم من یه قسمتایی از بازیشو دیدم، در واقع شاید بگم بیشتر شبیه هایلایت بود، ولی یه کار تاکتیکی خیلی قشنگی رو من واقعا متوجه شدم توی بازی این تیم. این تیم هم مربی طبیعتا خارجی داره و
نمیدونم، امیدوارم، بازم میگم امیدوارم تعداد مربی خارجی که حداقل یه کلاسی بالاتر دارن، اگر نگیم از مربی ایرانی بهترن، توی زمینه‌های یه کلاسی بالاتر دارن، یه چیزای بیشتری تجربه کردن و میتونن کارهای تاکتیکی متنوعتری رو وارد فوتبال ایران بکنن، بیشتر وارد کشور بشه. و البته خب کیفیت چمن‌ها افتضاح، وضعیت استادیوم افتضاح، تصویربرداری و اصلا اکثرا انگار با دوربین موبایل دارن فیلم برداری میکنن. حتی توی آزادی هم کیفیت تصویربرداری خوب نیست واقعیتش. و بازی هم که اکثرا یا بدون تماشاگر به هر دلیلی، حالا یه روز به خاطر بانوان، یه روز به خاطر تظاهرات، یه روز به خاطر زمین، یه روز به خاطر زمان، یه روز به خاطر این، یه روز به خاطر اون، اکثرا بدون تماشاگر برگزار میکنن. اگرم تماشاگر میاد یه 4000 5000 10000 میاد، به خاطر اینکه بلیط ها گرون شده. خلاصه اینکه امیدواریم حالا هفته به هفته رشد کنه، ولی فعلا وضعیت همینه. احتمالاً دو سه تا تیم خوب داشته باشیم که تا هفته های شاید بگم هفتم هشتم خودشون از بقیه تیم‌ها جدا بکنن، اما فعلا نمیشه گفت به قطعیت کدوم تیم‌ها هستن. طبیعتا مثل سنت همیشه یه سری تیم‌ها اون بالاتر میمونن به خاطر حالا ابزاری که در اختیار دارن، ولی یه تیمایی هم میشه بهشون ملحق بشن، مثل گلگهر و حتی شاید تراکتور سازی. و البته که هر سال میشه گفت یه تیمی هست که یه ذره جلوتر از بقیه تیم‌های دیگه است. شاید مثلا زوبان باشه امسال یا هر تیم دیگه. اما در هر صورت این وضعیت هفته اول بود. سعی میکنم حالا هفته بعدی هم به قول معروف البته خب اطلاعات بیشتری به دست میاد از شکل بازی تیم ها، از وضعیت آمادگی بدنیشون، و خب هفته به هفته میره جلو. لیگ احتمالاً میتونه حداقل از یه جهاتی قشنگتر بشه. کیفیت که فعلا نداریم توی فوتبال ما به همون دلایلی که گفتم، ولی امیدوارم هفته به هفته حالا جذابتر بشه بازی‌ها، و منم هفته به هفته بازی‌ها رو در واقع سعی میکنم توی یه ویدیو 12 دقیقه‌ای پوشش بدم. همین. اگر حرفی، سوالی، نظری دارین راجع به تیم‌ها و اینکه نظرتون چیه، کدوم تیم‌ها از نظر شما با آمادگی بیشتری وارد فصل شدن و چه تیمایی میتونن در ادامه فصل نتیجه بهتری بگیرن، خیلی ممنون میشم اگه کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. من سعی میکنم فردا یه پیشبینی از در واقع لیگ برتر انگلستان بدم، پیشبینی در واقع 5 تیم اول، به خاطر اینکه فصل بعدی چمپیونز لیگ 5 تیم از انگلستان حضور پیدا خواهد کرد، به خاطر حالا شکل جدیدی که لیگ قهرمانان خواهد داشت، که البته یه ویدیو جدا هم باید برای اون بسازیم و توضیح بدیم خیلی شفاف که در واقع چه شکلی برگزار میشه، با عکس و در واقع کار گرافیکی و حالا چیزای دیگه که داریم آمادش میکنیم. ولی آره یه پیشبینی از در واقع لیگ برتر انگلستان فردا میخوام ارائه بدم. خیلی خوشحال میشم که بیاد و نظراتتون رو بگیم و شما هم پیشبینی خودتون رو بگید برامون. ممنون میشم که سابسکرایب کنید و ما رو در برنامه‌های بعدی، در ویدیوهای بعدی دنبال کنید. حالتون خوب باشه و شب و روزتون هر جا که هستین خوش.